مکی و بیمارستان امیرالمومنین زاهدان منتقل شدند. فریبا بلوچ فعال حقوق بشر از لندن با ماست. خانم بلوچ، همه ایران درگیر اعتراضات هست و در همه جای ایران دارن ماموران امنیتی معترضان رو میکشن، اما به صورت خاصی نمیدونم چرا یک قساوت بیشتری به نظر میاد در بلوچستان صورت میگیره در مقابل معترضان. درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما. متاسفانه واقعیت همینه که شما عرض کردیم و فرمودید. از ابتدای این اتفاقاتی که در ایران رخ داده، از ابتدای این قیام مردم، بیشترین جایی که سرکوب شده متاسفانه بعد از کردستان، یعنی اول من فکر کنم بلوچستان و کردستان تقریبا وضعیت مشابهی با هم دیگه دارن. درست سرکوب در همه شهرهای ایران بوده، ولی در این دو تا دوستان ما بیشتر شاهد این سرکوب ها بودیم و میبینید که اصلا هیچ روزی نبوده که مردم برای اعتراض بیان بیرون و با گلوله های جنگی کشته نشن و این از همون روز اول، یعنی هیچ وقت چیزی به نام باتوم یا گلوله ساچمه‌ای برای مردم این استان به کار برده نشده هستش و این نمیدونم دیگه واقعا برای خود ما هم دیگه سوال شده این خشم عجیب جمهوری اسلامی، این واقعا این دلیلش چی هستش؟ من نمیدونم. مردم ما، شما شاهد بودید، هنوز هم دارید میبینید توی تمام ویدیوهایی که داره میرسه به دست ما از همون ابتدای این قیام تا الان تنها سلاحی که مردم در دست داشتن نهایتا سنگ بوده و شعار دادن و شما شاهد هستید. در ویدیوهای امشبتون هم شما حتی دیدید کودکان ما بودن که شعار میدادن، کودکانی که شاید سنشون از 10 سال بیشتر نیست، 10 سال تا 15 سال و در صف اول هستن. من هیچ نشانی شما در این کودکان دیدید از اینکه کسی اسلحه در دست داشته باشه یا نشانی از تروریست بودن بر روی پیشانی اینها نوشته شده باشه یا تجزیه طلب بودن، شعارهای ببخشید مسخره‌ای که همیشه حکومت جمهوری اسلامی با اینها سعی در سرکوب مردم بلوچستان داشته و هنوز هم داره ادامه میده و متاسفانه امروز هم یک جنایت دیگری مثل تمام روزهای گذشته در بلوچستان رقم زد جمهوری اسلامی. آمار زخمی ها به شدت زیاد هستش، بیشتر از اون چیزی که شاید در رسانه ها اعلام میشه و حتی کشته شده ها ما آمار دقیق ازشون نداریم. تا بعد از ظهر میگفتن 4 نفر، ولی خب تایید شده نیستش و وضعیت زخمی ها همونطوری که شما گفتین بسیار بد هستش و در واقع نمیشه بگیم در بیمارستان مسجد مکی، در واقع اونجا یه درمانگاه هستش، درمانگاه مسجد مکی. واقعا دیگه پذیرای این همه، یعنی نمیتونن، اینقدر امکانات ندارن که این همه زخمی و کشته شده‌ای که اونجا پذیرا باشن یا بتونن اونجا درمانشون کنن. خبر بدی که حتی ما امروز شنیدیم از توی آمبولانس هایی که زخمی ها حمل می شدن رو اونا به همون آمبولانس ها حتی حمله کردن و زخمی ها رو با همون حالت رو بودن، این در واقع بازداشت کردن و در واقع تمام ویدیوها حاکی از این هستش که سرکوب با همون شدت در زاهدان و تمام شهرهای بلوچستان و مخصوصا آمار بالای دستگیری ها همچنان ادامه داره و من واقعا موندم این رنج و این ستم کی به پایان میرسه و چرا این مردم این رنج و ستم مضاعف رو دارن تجربه میکنن در این استان که سالها بوده و هنوز هم هر روز بیشتر میشه متاسفانه. خانم بلوچ، اشاره کردید به این سرکوب مضاعفی که در بلوچستان در جریان هست. در این حال به نظر میرسه که خود معترضان هم به دلایل مختلف به یک شکلی سازمان یافته تر شاید در بلوچستان هستن، برای اینکه هر جمعه تقریبا اگر اشتباه نکنم بعد از نماز جمعه اهل سنت به بیرون میان و علاوه بر اون بالاخره خود مولوی عبدالحمید هم یک نقش فعالتری در اونجا بازی میکنه. درسته، همینطور هستش. ببینید مثلا ما توی تمام روزهای هفته، مخصوصا بعد از اون جریان خاش در روزهای عادی هفته هم به صورت پراکنده همیشه یه تظاهراتی داشتیم، اعتراضاتی داشتیم، ولی این سازماندهیش در روزهای جمعه بیشتر هستش به خاطر اینکه خب مردم در روز جمعه برای اقامه نماز جمعه میرن، جمعیت بسیار زیادی در اون روز هستن و بیشتر میتونن با هم دیگه هماهنگ باشن و اونطور که شما گفتید خب قطعا مولوی عبدالحمید هم در سازماندهی حمایت
و در هماهنگی کردن این مردم. البته خب مولوی عبدالحمید همیشه دعوت به آرامش کرده، ولی خب آرامشی که در داشتن مردم، آرامشی که در برابرش فقط سرکوب میشن هیچ معنی نداره و این مردم خشمگین هستن. شما میبینید هرچی سرکوب بیشتر میشه خشم مردم هم بیشتر میشه، ترس دیگه وجود نداره و الان حتی ما شاهد این هستیم که نسبت به روزهای اول سازماندهی مردم بهتر شده، هماهنگیشون با همدیگه بیشتر شده، حتی در مدل شعار دادن اونها حتی ما میبینیم تغییراتی به وجود اومده و شکل اعتراضات به یک گونه خیلی بهتری در واقع داره پیش میره. ما امروز همونطور که شما توی خبرهاتون گفتید ما شاهد پیوستن بانوان بودیم، خانم ها به اعتراضات بودیم که حرفی که همیشه زده میشد که چرا زنهای بلوچ نمیان بیرون. خب اعتراضات زنهای بلوچ در واقع خب من خودم یک زن بلوچ توی اون جغرافیا بودم و میدونم فرق میکنه با جاهای دیگه، حالا به خاطر اون جو سنتی یا مذهبی تری که اونجا وجود داره اعتراضات خودشون رو انجام دادن. ما در هفته‌های گذشته به صورت پراکنده توی کنارک و زاهدان هم شاهد حضور خانم‌ها بودیم، ولی امروز گسترده تر بود. خب این گستردگی نشان از این داره که مردم الان دیگه خیلی آگاه‌تر شدن، الان دیگه سکوت براشون معنا نداره. اینها همه این خانم‌هایی که دارن اومده بودن بیرون و شعار میدادن، شما اون خشم رو توی شعارهاشون حتی میدیدید. اینها تمام کسانی بودن که عزیزانی رو از دست دادن، دیگه الان سکوت براشون دیگه معنی نداره. الان فهمیدن که هر دفعه که سکوت کردن سرکوب بیشتری دادن، یعنی سکوتشون دلیلی بر این نبوده که مثلا سرکوب کمتری نصیبشون بشه و الان دیگه میدونن که چیزی برای از دست دادن ندارن، عزیزترین هاشون رو دارن از دست میدن و ساکت بودنشون در این زمان هیچ معنی نداره و میبینیم که به صورت گسترده امروز توی خیابون بودن همراه با بچه‌های خودشون. حتی ممنونم از شما. فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر از لندن.